سرکوبگران دانشگاه. روح الله کلانتری، استاد دانشگاه گرگان. این موضوع در قیام 1401 در دستگیری جوانان و دانشجویان معترض نقش زیادی داشته و دارد. وی ضمن ارتباط با سپاه در بنیاد شهید نیز کار می‌کند. احمد چلداوی، رئیس دانشگاه شاهد. این موضوع که پاسدار بوده اقدام به محدودیت و محرومیت‌های زیاد برای دانشجویان دختر می‌کند. وی دستور داده که فقط دانشجویان دختر چادری حق ورود و ثبت نام را دارند و دیگر دانشجویان دختر حق ورود به این دانشگاه را ندارند و هر گونه اعتراض را با ضرب و شتم و معرفی معترضین به اطلاعات سپاه سرکوب می‌کند. سید محمد هاشمپور یزدانپرست، استاد اقتصاد دانشگاه شیراز. این موضوع در سرکوب دانشجویان در قیام 1401 نقش فعالی داشته است. وی در سرکوب اعتراضات دی 88 شرکت داشته است.